الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، همگان میدونید سلسله درس های من شما حدیث های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هسته. امروز هم که باشد مختصرا در اطراف یک حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به شما روشنی می اندازم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید لا يدخل الجنة حتی یؤمنوا. ای امت من، شما یگان تا داخل جنت شدن نمیتونید تا وقتی که ایمان نیارید. یعنی هر انسانی که به خدا و به پیامبر و به روز قیامت ایمان داشته باشد بعدا داخل جنت میشه. یعنی شرطی داخل شدن جنت این ایمان داشتن من شما است. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که ایمان در دوام صحبت چی میگوید پیامبر؟ میگوید که ایمان شما پر شدن نمیتوند تا وقتی که همدیگر را دوست نداره. حتی تحابو، یعنی همدیگر را دوست نداره. یعنی ما وقتی که همدیگر را از برای الله دوست بداریم بعدا ایمان ما در زینه اول میشه، یعنی پر میشود. امروز من شما باید که چی برادر مسلمان و چی یک خواهر مسلمان و باید دوست بداریم. شرط نیست که او از کدام مقصد میلت است. وقتی هر کسی که لا اله الا الله میگوید به قبله ما سجده میکند، اون چیزی را که ما قرآن ما حلال میگوید اون حلال میداند، اون چیزی را که قرآن حدیث حرام میگوید اون حرام میداند، او را باید ما برادر خود و خواهر مسلمان خود بدونیم. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه شما را راهنمایی کنم به چیزی که همدیگر را سخت دوست بداری. گفتن یا رسول الله اون چه عمل است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت افشاء السلام. در بین تو سلام از زیاد کنید تا اینکه همدیگر را بسیار دوست بداری، بعدا ایمان شما پر میشه. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شرط در اومدن جنت ایمان قرار داد. گفت ایمان داشته باشید و ایمان پر شدن شرط دوست داشتن از برای الله هم دیگر قرار داد و دلالت راهنمایی دوست داشتن هم دیگر به سلام دادن. امروز من و شما هم عزیزان دل وقتی که در کوچه و در بازار و در شهر هر طرف که میگردیم، مسلمان وقتی یک برادر مسلمان شما میبینه اگر چند او را نمیشناسد باید که سلام بدهد. همچنانه که در دیگر حدیث آمده است که پیامبر میگه سلام بده کسی را که میشناسی و نمیشناسی، یعنی مسلمان برادر خطا. و دیگر مفهوم از این حدیث این است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه حتی تحابو، حتی اینکه همدیگر از برای الله دوست بداریم. امروز هم در جامعه وقتی که یک درد غم اشکی دیده یک برادر را میبینیم، یک خواهر را میبینیم، باید که از طریق کمک باشد یاردم دریغ نداریم و از طریق غمخوری باشد غمخوری را دریغ نداریم، از طریق دعا کردن باشد دعا کردن دریغ نداریم. یعنی وقتی مسلمان ایمانش پر و کامل می شود همدیگر از برای الله دوست بدارد. به همین خاطر شاعرم چی زیبا می فرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زی یک گوهرند. بنی آدم میگه فرزندای آدم میگه اعضای یکدیگرند، میگه همون را میگوید که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زی یک گوهرند. چو عضو را به درد آور روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی چگونه که من شما را که امروز اگر چشم در کنه یا بگیم یک دست در کنه تا سحر خوابمون میبره، همچنان باید باشیم که یک برادرم که وقتی که یک بدنش درد میکنه یکم درد غم داره باید ما غمگین باشیم رنگ اون برادر، اون در غم اون برادر خودمون شریک بدونیم. یعنی چگونه که برای بدن خودمون غم میخوریم غم یک برادر غم یک خواهر غم خودمون بدونیم تا اینکه دوست داشتن همدیگر از برای الله شود، تا اینکه ایمان من شما کامل شود، داخل شدن جنت الله به من شما نصیب روزی بگرداند. الله متعال همه من شما را به افشا کردن سلام به همدیگر و به محبت بین همدیگر و به دوستی و رفاقت و کمک و دعا کردن در حق همدیگر الله مهربان نصیب روزی بگرداند. و امروزه این تفریقه و این بدبختیه که امروز در بین مسلمان ها هسته، علل خصوص تکفیر کنی و دشنام دادن تحقیر عیب کوی نسبت همدیگر، الله مهربان این خصلت پلیده
از ما مسلمان ها دور بگرداند. آمین.